در مسند امام احمد حدیث است، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که لا یقول احدکم حرثت لا یقول احدکم زرعت ولیقل حرثت. حدیث رو بعضی علما حسن گفتن، یعنی مقبول است. یکی شما من زراعت کردم نگوید، من سبزانیدم نگوید، من کشت کردم گوید. سبزاننده الله است. دانه را میپاشید، شما برید زمین را شدگار کردید، دانه را پاشیدید، آب را آوردید، لیکن کفاننده دانه که دانه ها الله است. فالق الحب و النوى، کفاننده حب یعنی دانه و نوى دانک گفته از آنی مثلا زردالو، خرما، دانکای کلان کلانه دانک گفته میشه. دانه گفته مانند گندم، جو، جواری مکه، جواری، اینا دانه هستند. کفاننده دانه و دانک ها الله هست. الله میکفونه، از بین اون به قدرت الله تعالی زراعت میسبزد، درخت میسبزد، از وی میوه های شیرین و ترش و رنگش سرخ و رنگش زرد، رنگش سفید و رنگش سیاه، هر خیل میوه ها میسبزد به قدرت الله. یک آب داده میشد، از یک آب حاصله های گوناگون. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که یکی شما نگوید که من سبزانیدم، این گندم رو من سبزانیدم، این درخت ها رو من سبزانیدم، نگوید. گفت که من این درخت ها رو کشت کردم، من شودگار کردم گوید. درست است که این شودگار کرده است. یعنی وقتی که ما اگر یک دهقان گوییم که من سبزانیدم، گفت همین دانه کفانیده تو از بینش همین درخت برآوردی، همین قدرت تو داری؟ گوییم نه. میگه چه کردی؟ گوییم من فقط کشت کردم. خواهی که باشد همون لفظت هم درست کن. میگوییم درست است که مقصدی و این خیر نه که من این سبزانیدم، من خدا هستم، نگفته است، لیکن من سبزانیدم، یعنی من سبب شدم که همین سبزید. الله تعالی خواهد تو رو سبب نکند، خواهد بدون تو هم همین می سبزاند. اون در بیابان ها درخت های خودروی هست، بی تو الله تعالی اونها سبزانید. سیل میبرد گندم و دانک های از این کشور به اون منطقه دیگر میبرد، آب اونجا می سبزد بدون تو. بنابراین کارها رو به الله تعالی نسبت دادن بهتر است. اگرچه ما مقصد ما درست باشد، لفظه ها ما هم باید درست کنیم.